روزگارتان بخیر و شادی باشد. بینندگان همیشگی برنامه صباح بخش یک پیاله چای است. مهمان کاشان‌های پرمهر شما این صبح در بخش یک پیاله چای مهمان ما و شما است هنرمندی که دیر باز پزمانش بودید و یک چند مدت از مخلصان دور بود، صمد غنی. صمد غنی خوش آمدید به بخش یک پیاله چای برنامه صباح. اولا می‌خواستم درود و پیغام خود را به تمام مردم تاجیکستان به همه مخلصانم برسونم و دوستان برنامه شما که صبحی بر وقت می‌خیزند و دوستان برنامه شما هستند به همه آنها سلام خود را می‌رسانم. من در یکی از مصاحبه‌هایتان خوانده بودم که شما به تمام نمود ورزش میل دارید، ذوق دارید، ولی که کدام آن را بیشتر استفاده می‌برید و کدام نمود ورزش بیشتر تمرین می‌کنید؟ من از ایام کودکی به ورزش زیاد میل و رغبت داشتم و بسیار به فوتبال، به مثال در تایکواندو، کیک بوکس مشق کردم. عموما برای وارد شدن به شو بیزنس از نگاه صمد غنی چه مشکلی ها وجود دارد؟ فکر دارم برای شو بیزنس وارد شدن یکم آدم باید که خیلی هم صنعت خود را دوست دارد. بسیار دشواری ها پیش سر میآید و تیار باشه و تواند که این همه را پشت سر بکند. چی و یا کی باعث چند مدت دور شدن شما از صحنه بود؟ فاصله بود که من دور از صحنه بودم و این مهلت خیلی برایم دشوار گذشت برای آنکه من از صحنه دور بودم و اون چیزی که در دلم بود، اون هوسایی که در دلم مهر و محبت صنعت بود، من نتوانستم که مثال دوام بدم. امروزها تا کجا از خود قناعتمند هستید؟ بسیار شکایت کردن رو دوست ندارم، زیرا چیزی که گفتم کم سبب‌ها داشتن. برای آنکه زیاد مخلصان مرا میدونن همچون یک آدم پوزیتیوی که فقط من میبرم برای آنها با سرودهای شوخ که روی آنها رو بلده گردونم و برای همین من در این باره زیاد نمیخوام صحبت کنم. تحفه هایی که از مخلصان میگیرید بعد کنسرت ها آن را در کجا نگاه میدارید؟ عموما گرفتن تحفه رو دوست میدارید؟ در کنسرت ها از دست مخلصان یک دسته گل برای هم خیلی هم این یک چیزی تحفه گران است و هر چیزی که برایم مثلا من تحفه رو در گرانی نمیبینم، هر چیزی که مثلا از مهنت برایم تحفه میکنم من زیاد البته خوشحال میشم. پس ما یک تحفه داریم در بخش یک پیاله چای، آن رو تقدیم شما میکنیم. تشکر زیاد. این از بخش یک پیاله چای است؟ نه، شما در بخش‌های قبلی دیده بودید که ما به یگان هنرمند تحفه نداده ایم. این تحفه از نام یکی از مخلصان شما است که امروز این صبح خواهش کردن که این تحفه رو ما به شما تقدیم کنیم. ما به نزدیکی یک سرود تازه ایجاد که آماده کردیم با نام جان شیرین است. از همین سرود یک پارچه‌اش را میخوام. آسمان ابر است و باران، من ولی در کوچه حیران، آمدم بر دیدنی تو با صدرمان زیر باران. هر کجای رفته باشی یک زمان شاید بیایی، من کی هستم انتظارت با چشم گریان قلبی نالان. صمد بار دیگر خوش آمدید به بخش یک پیاله چای برنامه صباح. ما در این صبح صالحان برای شما عمر دراز و رزق فراز را تمنا میکنیم و اینجا بخش یک پیاله چای انجام مییابد. پیوسته برنامه‌های دیگر تلویزیون سفینه را همراهی کنید.